یه زن و شوهر توی یه جاده وسط زمستون خیلی اتفاقی با یه مرد و یه دختر آشنا میشن. دو نفری که ادعا میکنن خواهر و برادرن و ازشون میخوان که تا یه جاهایی اونا رو برسونن. همه چی عادی پیش میره تا اینکه شب میشه و وسط جاده نزدیک بود یه پیرمرد رو با ماشین زیر بگیرن. اما اون پیرمرد با مرگش سرنوشت این 4 نفر رو به شکل وحشتناکی تغییر میده. اسم من ویله، اینم همسرم دان. مدتی میشه که ما به مشکل مالی برخوردیم، اما بالاخره یه شغل جدید پیدا کردم که از شانس بدم روند استخدام من به بنبست خورد. مجبور شدم برای خوشحال کردن دان به دروغ بگم که استخدام شدم و قرار تمام بدهی هامون رو صاف کنیم. تقریبا غروب بود که وسط جاده توی سرمای کوهستانی با لی و شریل آشنا شدیم. اونا حتی به ما نگفتن مقصدشون کجاست، اما در نهایت سوارشون کردیم تا به یه جایی برسونیمشون. بهمون گفتن اومده بودن دیدن دوستاشون. وقتی رسیدیم به یه پمپ بنزین، فقط داشتم کارتای بانکیم رو چک می‌کردم که کدوم یکی توش پول داره. همون لحظه لی اومد و گفت پول بنزین رو هم حساب کرده تا این سفر یه جورایی خرسواری حساب نشه. دان اومد پیشم و گفت بهتر ادامه این مسیر رو خودمون تنها بریم. اما لی با حساب کردن پول بنزین زرنگی کرد تا ما نتونیم همینجا رهاشون کنیم. حسابی خسته و آشفته بودم که یه نفر جلوی ماشین سبز شد و کم مونده بود زیر بگیرمش. خدای من، این دیگه چه کوفتی بود. من و لی پیاده شدیم و رفتیم سمتش که دیدیم یه پیرمرد از شدت سرما داره میمیره و اوضاعش حسابی بیریخته. سوار ماشینش کردیم، اما گوشی آنتن نمیداد تا یه آمبولانس درخواست کنیم. وسط راه متوجه شدیم که پیرمرد خواب نیست، اون مرده و با پلیس تماس گرفتیم. لی شروع کرد جیباش رو گشت و مدارک شناساییش رو دید. از توی کیفش یکم پول برداشت و بهم داد، اما قبول نکردم. بهم گفت سخت نگیر، دیدم داشتی کارتای اعتباریت رو میگشتی، معلوم اوضاع مالیت شیر تو شیره. شریل یه تیکه کاغذ از جیبش پیدا کرد که یه سری عدد روش نوشته شده بود. وقتی کاغذ رو نگاه کردم فهمیدم این مختصات GPS هست و خیلی هم به ما نزدیکه. بالاخره پلیس ها سر رسیدن و متوجه شدن عجیبه یه نفر بدون کارت شناسایی وسط جاده داشته پیاده روی می‌کرده. بهمون گفتن جاده یخ زده و بهتره تا فردا توی مسافرخونه بمونی. شریل داشت توی اینترنت درباره این پیرمرد تحقیق می‌کرد که تیتر منتشر شده یه روزنامه که مربوط به سال 1995 بود رو دید. معلوم شد این بابا با گروهش به چند بانک دستبرد زده بودن و توی آخرین سرقت یک نگهبان بانک رو هم کشتن و با 4 میلیون دلار سکه طلا فرار کردن. بعد از 3 هفته پلیس گزارش کشته شدن یک مرد با گلوله را دریافت میکنه که به محض رسیدن باقی اعضای باند رو هم مرده در اطرافش میبینن که متوجه میشن این همون باند خلافکاری هست که طلاها رو دزدیدن. اما یکی از اعضا رو زنده دستگیر میکنن و هیچ وقت جای طلاها رو لو نمیده و به 20 سال زندان محکوم میشه. لی پیشنهاد داد بریم سر وقت طلاها و ما مختصات رو داریم، اما توی این زمستون وسط جنگل واقعاً کار احمقانه‌ای بود بدون امکانات دنبال طلاهایی بگردیم که معلوم نبود هنوز اونجا باشن. حس بدی به این قضیه داشتم. ما حتی لی و شریل رو به خوبی نمیشناختیم. با چند تا چیز ساده خودمون رو تجهیز کردیم و به مسیرمون ادامه دادیم. تقریباً داشت شب میشد که از شدت سرما دیگه انگشت پامو حس نمی‌کردم. شریل با مسیری که GPS نشون میداد ما رو رسوند به یه پرتگاه. با دان درگیر شدن که نزدیک بود دان رو به کشتن بده. لی داشت شریل رو آروم می‌کرد که ادامه مسیر رو از روی GPS برامون بخونه، اما دیگه هیچ راهی نبود برای پایین رفتن و تصمیم گرفتیم برگردیم توی جنگل تا شاید راهی برای پایین رفتن باشه. حدود 2 ساعتی رو داشتیم دور خودمون میچرخیدیم و هوا حسابی سرد شده بود که یهو دان چشمش به یک کلبه افتاد. قفل در رو شکستیم و رفتیم داخل که دیدیم برای صاحب کلبه حکم تخلیه صادر شده بوده، چون اینجا اراضی ملی هستن. یکم خودمون رو گرم کردیم که صاحب کلبه سر رسید و سعی کردیم بهش یه داستان الکی بگیم که گم شدیم. اون عوضی آشغال فهمید داریم دروغ میگیم. یه جوری حرف میزد که انگار تصمیم داشت یه بلایی سرمون بیاره. دان حسابی ترسیده بود و قضیه ما رو لو داد که لی سریع با یه دروغ دیگه قضیه رو ماستمالی کرد. ما معمای بزرگ رو حل کردیم. یه مسابقه رادیویی 20,000 دلار طلا جایزه گذاشته بوده و اینطوری این یاروی روانی رو قانع کردیم که بذاره ما بریم. شریل یه سر رفت دستشویی و چشمش به نوشیدنی ها و داروی مرگ موش افتاد که معلوم بود یه فکرایی تو سرش هست.
موقع رفتن منم یه طناب از کلبه کش رفتم. شریل حسابی عصبانی شده بود که جای طلاها رو به یارو لو دادیم و حالا یه شریک دیگه پیدا کردیم و باید زودتر به طلاها میرسیدیم. دان نمیخواست از اون پرتگاه بره پایین و هنوز خیال میکرد من استخدام شدم. همونجا بهش گفتم مجبور شدم بهت دروغ بگم. طناب رو دور یه درخت بستم و دان رو آروم فرستادم پایین پرتگاه. بعدش یکی یکی رفتیم پایین. شریل دیگه تحمل راه رفتن رو نداشت و دمای بدنش افت کرده بود. مجبور شدیم کمی وایستیم و گرم نگهش داریم که فهمیدم دان اصلا متوجه ما نشده بوده و همینطور به مسیرش ادامه داده بود. لعنتی. وسط این همه فشار جسمی و روانی حالا باید دنبال دان میگشتم. هوا کاملا تاریک شده بود و بالاخره دان رو پیدا کردم. با برف یه سرپناه ساختیم تا صبح به مسیرمون ادامه بدیم. وقتی صبح شد دیگه پامو حس نمی‌کردم و برای دان طلاها بیشتر از پای من مهم بود. بهش گفتم بیا برگردیم، میتونیم مشکلاتمون رو یه جوری حل کنیم. اما اون بهم گفت تو حتی مشکلات قبلی رو هم حل نکردی و اون پولهایی که بهت دادم از پدرم قرض کردم و حالا میخوام برم دنبال طلاها. باورم نمیشد دان منو به خاطر طلاها رها کرد و من تنها برگشتم سمت صخره و سعی کردم خودمو با پای یخ زده بکشم بالا. شریل صدای سیگنال GPS رو داشت دنبال میکرد که بالاخره به مکان دقیق 4 میلیون دلار سکه طلای مخفی شده رسیدن. اونا داشتن زمین رو میکندن و من سخت تلاش میکردم خودمو برسونم بالای صخره. لی در صندوق رو باز کرد و به عمرشون این همه طلا ندیده بودن. دستاشون جوری یخ زده بود که نمیتونستن سکه ها رو حس کنن. من خودمو رسوندم به کلبه تا کمک بگیرم، اما دیدم صاحب کلبه افتاده روی زمین و به خاطر مسمومیت مرده. لعنت بهت شریل. فهمیدم همون موقع که گفت میخواد بره دستشویی مرگ موش به نوشیدنی های طرف اضافه کرده. دان به خاطر افت دمای بدن و گرسنگی داشت توهم میدید که شریل بلند شد و فکر کرد اون داره برمیگرده سمت صخره‌ها و بهش حمله کرد تا باز هم یکی دیگر رو پیدا نکنه که ماجرای طلاها رو بهش لو بده. از روی نقشه مسیر رو چک کردم و اسلحه صاحب کلبه رو برداشتم که برم سمت دان. شریل به قدری طمع داشت که صندوق طلا رو با خودش برداشت و برادرش لی رو مجبور کرد کمکش کنه و پشت سر دان روی رودخونه یخ زده در حال حرکت بودن که شریل به برادرش اعتراف کرد مرگ موش ریخته توی ویسکی و صاحب کلبه رو مسموم کرده. احتمالاً ویل هم تو الان مرده و تو فقط باید الان کار دان رو تموم کنی و طلاها رو ببریم. اما لی به دان التماس میکرد کمکشون کنه و نذاره شریل خوابش ببره و همه ی طلاها رو بهش بدن تا خواهرش اینجا نمیره. اما دان به مسیرش ادامه داد و لی برگشت پیش شریل که دید از سرما یخ زده و این طمع طلاها جون اون رو هم گرفت. وقتی رسیدم لبه پرتگاه دیدم لی دنبال دان افتاده و قصد داره بهش آسیب بزنه. به خاطر فاصله دور نتونستم لی رو با تیر بزنم. دان سمت جنگل در حال فرار بود و لی با چاقو پشت سرش بود که گفت ویل سعی کرد از بالای صخره‌ها منو با تیر بزنه. همون لحظه متوجه شد من هنوز زنده‌ام. من داشتم از صخره‌ها پایین می اومدم که یهو افتادم و بیهوش شدم. لی بالاخره دان رو گیر انداخت و با چاقو بالای سرش بود که دان یه سنگ برداشت و به سر لی ضربه زد. اما دست بردار نبود و از پشت لباس دان رو گرفته بود که با یه حرکت به موقع لی رو هول داد عقب و سرش خورد به سنگ توی رودخونه و در جا جونش رو از دست داد. دان حس می‌کرد این طلاها نفرین شده هستن و همش رو داشت از جیباش خالی می‌کرد. همون موقع‌ها بود که بیدار شدم و چند تیر هوایی شلیک کردم. دیدم دان هم با منور شلیک کرد و بهم علامت داد و فهمیدیم هنوز زنده هستیم. اما توان حرکت نداشتم و دوباره بیهوش شدم. در نهایت دان بدنش یخ زد و اونم جونش رو به خاطر طلاها از دست داد. وقتی توی بیمارستان چشم‌هامو باز کردم سراغ دان رو گرفتم. پرستار بهم گفت یه افسر پلیس اینجاست که چند سوال ازم داره. بهم گفت خیلی متاسفه و همسرم به دلیل سرما جونش رو از دست داده. یه شکارچی هم داخل کلبش مرده. آیا جسد دیگه‌ای هم هست که باید از وجودش باخبر بشیم؟ بهش گفتم دنبال طلا میگشتیم. اونا پیداش کردن؟ بهم گفت نه. اون مأمور زن با همکارش تماس گرفت و گفت اون نمیدونه طلاها رو پیدا کردن و امشب ما خودمون میریم سراغ طلا.